تا حالا دقت کردی چرا بعضی از دانش آموزای چینی انگار مغزشون توربو داره؟ نه خسته میشن، نه حواسشون پرت میشه، نه گوشیشون وسوسه‌شون میکنه. من نشستم یکم تحقیق کردم ببینم چه کار خاصی میکنن. فهمیدم قضیه جادویی نیست، سیستمه. اول از همه اینا تایم درس خوندنشون مثل باشگاهه، یعنی منتظر حال خوب نمیمونن. میگن ساعت 5 تا 6 باید مغز کار کنه، حتی اگه غر بزنه. دوم، مرور. فقط چند بار نمیخونن، چند بار به مغزشون میگن داداش این مهمه، پاکش نکن. سوم، تمرین، نه فقط حفظ کردن. به جای اینکه فقط بخونن مثال حل میکنن، به خودشون سوال میدن، مغزشون رو به چالش میکشن. چهارم، واحدی درس میخونن. یه چیز جالب درباره مغز وجود داره. مغز ما تنبله، ولی نه از نوع معمولی، از نوعی که فقط با سیستم کار میکنه، نه با انگیزه. بیشتر دانش آموزای چینی مثل ما نمیگن حوصله ندارم. اونا میگن الان تایم توئه، چه حوصله داشته باشی چه نه. مثلا خیلی هاشون با روشی درس میخونن به اسم بلوک زمانی، یعنی مغز میفهمه که تو این 30 دقیقه فقط باید با این کتاب زندگی کنه، عاشقی کنه، باهاش غذا بخوره، باهاش نفس بکشه. یه نکته خفن‌تر، اونا خیلی تمرین حل میکنن، نه به خاطر اینکه عاشق حل مثلا، برای اینکه مغز وقتی خودش فکر میکنه مطلب رو عمیق‌تر ذخیره میکنه. و حالا برات یه حقیقت تلخ دارم، ما معمولا فقط میخونیم، اونا میجنگن با درس. اونا اشتباه کردن رو دوست دارن، چون هر اشتباه یعنی یه بخش از مغز قوی تر شد. ما چی؟ با یه غلط میگیم ولش کن، من خنگم. اما راز اصلی تکرار، نه تکرار خسته کننده، تکرار هوشمند. مثلا امروز یه درس، فردا مرور 5 دقیقه، هفته بعد مرور سریع. مغز میگه اوکی این خیلی مهمه، بذار تو حافظه بلند مدتت. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، مثل چینی‌ها درس خوندن یعنی کم غر زدن، کم انتظار حال خوب و یه ذره نظم خفن. از امروز قرار نابغه بشی؟ نه، ولی میتونی از امروز، از حالا شروع میکنم، برسی به الان 25 دقیقه تمرکز و همین برای شروع کافیه.